سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 30 مای تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از او 2 طفل یتیم ماند. جوان تاجیک افتخار نازموف در اوکراین کشته شد. 2 سال باز در پس پنجره دعوت 5 سازمان به آزادی منوچهر خلقنظرов برای تبابت به هند رفته بود. در گذشت معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان علاقه 11 ورزشگر تاجیک به المپیادای پاریس را خط گرفتند. 6 نفرش از جودو. جسد قاری اکبر شفر سنگرشه را در روسیه از جنگل یافتند. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 28 مای سال 2024 از بازداشت منوچهر خلقنظرov رهبر انجمن حقوقشناسی پامیر و یک کمیته شناخته حقوق انسان از ولایت مختار کوهستان بدخشان 2 سال گذشت. خلقنظرov از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم شده است. حامیان حقوق حکم او را ناعادلانه، بی اساس و انتقام برای حمایتش از حقوق انسان می‌شمارند. در سالگرد دوم پشت پنجره افتادن منوچهر خلقنظرov 5 سازمان حامی حقوق انسان، مشارکت بین المللی برای حقوق انسان، ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر، کمیته هلسینکی نروژ و سازمان جهانی ضد شکنجه در اظهارات مشترک نگرانی افزاینده خود را از باز هم بدتر شدن وضع سلامتی منوچهر خلقنظرov در محبس بیان داشته، بار دیگر از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که او را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند. بریجت دیوفور، رهبر مشاورت بین المللی برای حقوق انسان، گفت منوچهر تنها با یک سبب، فعالیت خسته‌ناپذیرش جهت رسانیدن کمک به قربانیان اسم آسیب‌پذیر نقض حقوق انسان دستگیر و زندانی کردند. ما مبارزه‌مان را به ضد این حکم ناعادلانه تا زمان ادامه خواهیم داد که او آزاد شده به خانه پیش اهل خانواده‌اش برگردد. منوچهر خلقنظرov، رهبر انجمن حقوقشناسان پامیر، از سازمان‌های انگشت‌شمار در ولایت مختار کوهستان بدخشان بود که به مسئله حقوق انسان مشغول بود. روزهای 25 و 28 نوامبر سال 2021 قتل مرموز ساکن نویه روشقلع گلبدین زیابکوف بعد همگی چند ساعت بازداشتش باعث موج اعتراضها در شهر خاروغ، مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. بعد 4 روز اعتراضها مقامات راضی شدند که قتل زیابکوف و باز 2 ساکن در جریان اعتراضها کشته شده را همراه با نمایندگان اعتراضگران تفتیش کنند. برای این و نظارت اجرای دیگر طلب‌های اعتراضگران از حساب نمایندگان جامعه شهروندی یک نهاد با نام کمیسیون 44 تأسیس داده شد. منوچهر خلقنظرov نیز به عضویت کمیسیون 44 انتخاب شد و در این نهاد عضو گروهی بود که میبایست از نام اعتراضگران در تحقیق حوادث اخیر اشتراک میکرد. او همچنین برای قربانیان حوادث خاروغ ادوکات پیدا میکرد. ولی ماه مای سال 2022 مقامات موج نو اعتراضها در خاروغ و روشان بدخشان را با استفاده از سلاح و نیروی ویژه سرکوب کردند و بیش از 30 نفر کشته و بیش از 100 تن از ساکنان و زادگان بدخشان از جمله 13 عضو کمیسیون 44 با شمول منوچهر خلقنظرov به حبس کشانده شدند. مرافعه پرونده خلقنظرov در سزای کمیته امنیت در دوشنبه پشت درهای بسته گذشت و با وجود دعوت‌های به تکرار سازمان‌های بین المللی حامی حقوق انسان، دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 دکمبر سال 2022 منوچهر خلقنظرov را با جرم‌های چون عضویت در سازمان جنایتی و دعوت‌های عمومی برای سرنگون کردن ساخت دولت به 16 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. خود او این اتهام را کاملا رد کرد و خود را بیگناه می‌شمارد. در اظهارات 5 سازمان حامی حقوق گفته می‌شود که وضع سلامتی خلقنظرov در محبس بد شد و او از جمله از درد تخت پشتش اذیت می‌کشد. مقامات تاجیکستان به اظهارات مشترک این 5 سازمان با طلب آزادی بلافاصله منوچهر خلقنظرov هنوز واکنش نکردند، ولی قبلا دوشنبه چندین دعوت‌ها با طلب رهایی افرادی که در پی سرکوب اعتراض‌های بدخشان دستگیر و محکوم به زندان شدند صرف نظر می‌کرد. خبر در اوکراین کشته شدن باز یک جوان تاجیک به دست رسید. افتخار نازموف 29 سال داشت. از او 2 فرزند خردسال در شهر رادوژنی در شمال دور روسیه یتیم ماند. نازموف افتخار اکراموویچ سال تولدش 8 اپریل سال 1995 ماه اپریل سال 2024 در جریان جنگ‌ها در اوکراین کشته شده است
ولی خبر مرگش تازه در پایان ماه مای به دست رسانه‌ها رسید. افتخار ناظموف که همراه زن و 2 فرزند خردسالش در شهر ردوژن حوزه مختار خانت و منسی یوگرا زندگی میکرد، ماه سپتامبر سال 2022 در چارچوب معرکه یکم موبیلیزاسیون به صف ارتش دعوت گردیده روز به جنگ ضد اوکراین فرستاده شد. تا زمان مرگش در اپریل سال 2024 این جوان توجک قریب 2 سال یا دقیق‌ترش 20 ماه را در خط پیش جبهه جنگ پس سر کرده است. درباره اینکه او در کدام قسمت اوکراین و چگونه کشته شد یگان معلومات داده نشده است. این هم معلوم نیست که افتخار ناظموف کی به ردوژن کوچید و کی شهروندی روسیه گرفت و اون مومنت تا دعوتش به جنگ ضد اوکراین در اینجا چی کار میکرد. تنها همین معلوم است که 2 فرزند خردسالش در ردوژن یتیم ماندند و سرابانی اونها اکنون به دوش همسرش میافتد. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گوی و حمایت از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله کرد. طی 2 سال جنگ که مقامات روسیه اون را همچنان سرسختانه نه جنگ بلکه عملیات مخصوص حربی نام میبرند، از هر دو طرف نزدیک 200,000 نفر کشته شده، تقریبا 5 میلیون آدم زخمی و 10 میلیون اوکراینی گریزه شدند. در بین کشته شدگان 10 تن از زادگان تاجیکستان نیز هستند که به استثنای 1 یا 2 نفر اکثریتش از طرف روسیه می جنگند. در اوکراین تا امروز بیش از 30 محبوس تاجیک زندانهای روسیه نیز کشته شدند. این محبوسان با وعده آزادی زودتر از محبس داده شده با چویکا واگنر و وزارت مدافع روسیه قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین رفته بودند. متین بلوگ کانالی که بیشتر خبرهای مربوط به شو بیزنس تاجیک را پیگیری میکند روز 29 مای سال 2024 خبر داد که بعد 2 ماه گفتگو جسد بیجان به قسمو جدا کرده شده قاری اکبر را از یکی از جنگل‌های نزدیک شهر مسکو پیدا کرده به مرگ بردند. روز 26 مای او را نزدیکانش بعد چندین ماه بیدرک در مرگ پیدا کردند. همگان او را در شبکه‌های اجتماعی به اسم شاور سنیگرچه میشناختند. متین بلوگ می‌افزاید که حتی شناختن جسد دشوار بود. با این حال می نویسد مؤلف خبر تا حال معین نشده است که کی قاری اکبر را کی و برای چی کشته است. بنا به اطلاع این کانال قاری اکبر زاده شهر وحدت بوده، طول چند سال اخیر در شهر مسکو کار فعالیت میکرد، اما 2 ماه قبل ناگهان غیب زد و اهل خانواده‌اش از این خواطر گشته در جستجویش افتاده بودند. سنیگرچه تخلص بلاگر جنجال برانگیز 20 ساله تاجیک فاطمه قربانوف بود که با ویدیوهای پر از دشنام نام برآورده بود و به این دلیل 10 شبانه روز حبس هم شد. سنیگرچه قبلا با چهره فوتوب شده زیر یگان موسیقی میرقصید و با یگان عباره به قول معروف سکسی ولی در اصل با دشنام‌های قبیح برای خود نام ساخت که با همین شیوه توجه تماشابینانش را به کانال خود جلب کند. ولی 1 سال پیش او یک بار همه ویدیوهای پردشنام خود را از اینترنت پاک کرد و در اینستاگرام صفحه نو گشوده در آن تنها ویدیوهای به اصطلاح به معنی میگذاشت. در این ویدیو سنیگرچه همیشه با حجاب و بعضا امرای جوان دوست داشته‌اش ظاهر میشد. گفته میشد که یک جوان دیندار به سنیگرچه اظهار محبت کرده است، ولی قبل از ازدواج شرطش گذاشته است که نشر ویدیوهای بی‌معنی‌اش را بس میکند و رو به دین میآورد. سنیگرچه ظاهرا این شرط را پذیرفت، چون که بعد پاک کردن ویدیوهای بی‌معنی‌اش در تابستان سال 2023 با اون جوان ازدواج کرد. او در صفحه‌اش در اینستاگرام نوار توی عروسیش را هم نشر کرد که مراسم عقد نکاح سنیگرچه و جوان انتخاب کردهش روز 3 ایول سال 2023 برگزار شد. در ویدیوی نشر کرده خود بلاگر دیده میشد که او با لباس عروسی فتح با رعایت مهرهای مسلمانی یعنی با حجاب پوشیده است. بسیاری ها به داماد برای این کار ثواب یعنی برای درست هدایت کردن این دختر آفرین خواندند. خود عروس درباره شخصیت داماد معلوماتی نداده است، ولی شب ستاره و خبر دادند که این جوان خوش‌سیما خیلی تقوادار بوده. موضوع بعد به دست آوردن دل سنیگرچه توانست او را برای درست از جمله به دست کشیدن از ویدیوهای بی‌معنی، پوشیدن حجاب، خواندن قرآن و خواندن نماز مایل کند. اما طور بعدا معلوم شد که ازدواج سنیگرچه با قاری اکبر و پایبندیش در راه تقوا دیر نپوید، چون که بنا به خبرها آنها الکی چند ماه بعد ازدواج از هم جدا شدند و در اینترنت دیگر باره ویدیوهای دور از حیای سنیگرچه پیدا شدند، ولی این بار در پلتفرم تیک تاک. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم
خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته معماری و ساختمان حکومت تاجیکستان روز 29 ماه سال 2024 از درگذشت معاون رئیس این کمیته بناکار فخری جمهوری تاجیکستان کریمزاده عبدالرحمن رحیم خبر داد. مرحوم همگی 55 سال داشت. در نامه تسلیت کمیته معماری و ساختمان درباره علت مرگ کریمزاده چیزی گفته نشده است، ولی افراد نزدیک به خانواده مرحوم خبر دادند که او اخیراً برای طبابت به هندوستان رفته بود، ولی در همانجا درگذشت. متاسفانه طبیبان هندوستانی نیز نتوانستند او را شفا بدهند. قرار است جنازه عبدالرحمن کریمزاده روز پنجشنبه 30 مای با هواپیما از هندوستان به دوشنبه آورده شود و به این سبب نماز جنازه مرحوم را به روز جمعه گذاشتند. نماز جنازه قبل از نماز جمعه در مسجد حضرت مولانا برگزار می شود. عبدالرحمن کریمزاده از سال 2000 تا سال 2002 در نمایندگی بنیاد اوغوخان در نوع نورآباد و سالهای 2002 تا 2006 در بنیاد ملی اجتماعی مبلغ‌گذاری تاجیکستان کار کرده است. از سال 2006 تا 2010 در وظیفه سرمتخصص شعبه ساختمان شهرداری دوشنبه و سالهای 2011-2015 در مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آبشونده نوب روغون کار کرد. از ماه اکتبر سال 2015 تا فوریه سال 2021 مدیر کارخانه واحد دولتی مرکز نرخ‌گذاری در ساحه ساختمان کمیته معماری و ساختمان حکومت تاجیکستان بود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 فوریه سال 2021 به وظیفه معاون رئیس کمیته معماری و ساختمان تعیین گردید. تاجیکستان به بازی‌های 33 المپیک که از 26 ایول تا 11 آگوست سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه دایر می شود الکی 11 رخصت به دست آورده است. این یک رخصت بیشتر از 10 رخصت است که ورزشگران تاجیک در المپیاد قبلی در توکیو به دست آوردند و تاجیکستان را در آن مسابقات 10 ورزشگر 9 مرد و 1 دختر نمایندگی کرده بودند. از 11 رخصت المپیک 6 رخصتش را برای تاجیکستان پهلوانان تاجیک در کشتی جودو صاحب شدند که این یک نشان دهنده رکوردی در تاریخ جودوی تاجیک است. ضمناً رخصت هفتم در جودو نیز در جیب تیم المپیک تاجیکستان بود. عابد جیبوف از لحاظ شماره امتیازش باید به المپیاد می رفت، ولی طبق مقررات یک کشور را در یک وزن تنها یک نفر می تواند نمایندگی کند و به این سبب یگانه رخصت تاجیکستان در وزن تا 66 کیلو را امامعلی نورعلی که یک امتیاز نظر به جیبوف بیشتر داشت به جیب خود انداخت. رخصت در وزن تا 60 کیلو بهروز خوجازاده در وزن تا 73 کیلو، سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلو، کامرانشاه اوستوپیریان در وزن تا 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو را به دست آوردند. برای کامرانشاه این المپیاد آخرین است و او همین طور تلاش خواهد کرد تا به سابقه برجسته ورزشیش را با مدال المپی زینت بدهد. شورای ورزش محمد رازق نعمتزاده در گروه فیسبوکی تاجیک سپورت نوشت که جهانگیر مجیدوف کمی دیرتر به وزن 100 کیلو گذشت وگرنه او نیز شانس زیاد برای گرفتن سهمیه المپی داشت. همچنین بار اول در 12 سال اخیر یعنی از زمان المپیاد سال 2012 در لندن تاجیکستان در کشتی طرز آزاد صاحب یک رخصت شد. البته این رخصت را به جیب تاجیکستان در پی هنرنمایی کامیابش در استانبول ویکتور رسادین به دست آورد که در اصل زاده یاقوتستان روسیه است ولی اخیراً شهروند تاجیکستان شد. همچنین 3 مردان تاجیک میشگونه سمدو و دولت بولتایف و بهادر عثمانوف هم به المپیاد پاریس رخصت گرفتند. بانوی دوم بعد میشگونه سمدو و در هیئت تیم المپی تاجیکستان منیره عبدالسلامووا کشور خود را در پایتخت فرانسه در مسابقات تکواندو نمایندگی میکند. تا آغاز المپیاد پاریس هنوز قریب 2 ماه دیگر باقی مانده است و ورزشگران تاجیک باز امکان دارند که برای دریافت رخصت‌های المپی تلاش کنند. انتظار می‌رود شماره ورزشگران تاجیک در المپیاد امساله از این 11 نفر هم بیشتر خواهد بود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه 29 ماه سال 2024 از جراحت برداشتن 4 مسافر در پی برخورد یک ماشین بارکش با مارشروتکا در کوچه سعدی شهرروزی پایتخت تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع ملیت صبح 29 ماه تقریبا ساعت 00:00 دقیقه راننده ماشین بارکش تمغه دف رقم قید دولتیش 3637 MA01 زیویف مولان
هنگام حرکت از سمت کوچه جبو رسولوف به سمت کوچه سعدی شیروزی از عهده دوره وسطای نقلیات نبر آمده، به نقلیات مسافربر تمغه مرسدس پرینتر رقم قید دولتیش 5509 تحت دوره شهروند موسایف خوشبخشو برخورده است. در نتیجه این صدمه نقلیاتی خوشبختانه یگان کس جان نباخته است، ولی 4 مسافر سپرینتر جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شدند. اوید به حادثه مذکور از جانب کارمندان مقامات میلیسیا مواد ضروری ترتیب داده شده. قضیه مورد سنجش پیشکی قرار دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگاور راههای پرخطر دانسته شده. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 نفر دیگر معیوب بشوند. روز 27 مای سال 2024 یک مرد سالخورده ریش سفید که از طرف خوجند به طرف دوشنبه می رفت وارد یک بنا در نویه عینی شده از خزینه‌دار خواست که 200 سومونیش را خرد کرده بگیرد. در ثبت ویدیو کامرای نظارتی دیده می شود که موی سفید 200 سومونی را در روی میز می گذارد، ولی وقتی که خزینه‌دار می خواهد برای مرده کردن پول او از خزینه پول بگیرد، موی سفید 200 سومونی را گشته می گیرد. موی سفید بعد یا که خزینه‌دار کجا شدن 200 سومونی را پرسید چندین بار قسم خورده کارگر بانک را گناهکار می کند که گویا 200 سومونی او را گرفته باشد. در نتیجه موی سفید هم 200 سومونی خود را در دستش نگاه داشت و هم از کارگر بانک 200 سومونی گرفت. اما معلوم نیست که آیا تا کجا این پول اوش بدنش می شود، چون که بانک این پول را از کارمند بانک طلب کرده می گیرد. متاسفانه در جامعه تاجیکستان وقت‌های اخیر موردهای همدیگر و فریب بودن شهروندان خیلی زیاد شده است. جامعه شناسان این را به افت به شدت معیارهای اخلاقی و روحانیان به دور شدن مردم از ارزش‌های مذهبی ربط می‌دهند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.